سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من پویا هستم. خوش اومدید به ویدیو عجیب فریکی دیگه. امروز براتون یه ویدیو خیلی عجیب غریب آماده کردم. زیاد ترسناک نیست ولی خیلی معروف این ویدیو. یه شخصی هست به نام ملا علی کردستانی که توی کردستان مراسم جنگیری انجام میده و خیلی از طرفداراش و کسایی که جن میگیرتشون میان پیشش و همون لحظه یه سری آیه‌های قرآنی میخونه و اینا رو شفا میده و دور و برش هم همیشه پر آدم و خیلی شلوغه و کشورهای مختلف هم رفته. فوق‌العاده طرفدار زیاد داره. خیلی آدما رو هم اینجوری که میگه جنگیری کرده و جن رو از بدنشون خارج کرده. حتی به کشور آلمان رفته، به اروپا سفر کرده و تو اروپا هم خیلی اینجور موارد داشته و جنگیری های مختلفی داشته. من نمیدونم رفقا این ویدیو واقعی هست یا نه، ولی خیلی معلومه که دور و برش پر آدمه و اصلا به ساختگی نمیخوره. ولی بازم اومدم تو این ویدیو نظر شما رو بدونم و تو این ویدیو نظر شما خیلی مهمه. حتما اگه چیزی راجع به این آدم میدونید حتما برام تو کامنت ها بنویسید. طبق اون ویدیوهایی که من ازش دیدم الان براتون 2 تا از ویدیوهاشو زیرنویس کردم و براتون میذارم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه تازه هستید تو این چنل یادتون نره بیگارمی حتما اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید یه لایک بر ما بزنید. حتما نظراتتون رو مخصوصا راجع به این ویدیو اون پایین بنویسید. کامنت ها هم که قرعه کشی داره، هر کسی بیشتر کامنت بذاره، کامنت پر محتواتر و تکراری نباشه، شانس بیشتری داره واسه برنده شدن توی قرعه کشی. دمتون گرم رفقا، بریم سراغ ویدیو. اول شيء عارف يا واحد قلت دكتور تدريس هذا وش دكتوري من 2 تا از ویدیوهاشو براتون آماده کردم که زیرنویس هم داره. این یه دونش خیلی عجیب غریبه. این دختره نمیدونم چرا شکمش اینجوری میکنه، اصلا خیلی عجیبه. اینا مریضایی هن که شفا پیدا نکردن و سر آخر اومدن میان پیش ملا علی. به نظر میاد خیلی آدم مهربون و خیلی آدم خوبی باشه، ولی این که شفا میده خیلی عجیبه برای من. دو ساله. مشکل 2 ساله رو تو یه رو حل میکنه. بنت الغالية جاي الشيخ علي شقالنا لا خلقي دوكي سلسلة استاذ شريف شام بس فادكم ما نخوف ذكر باسمه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين دوستان هر کیو میخواد جنگیری کنه بهش میگه دستاتو صاف کن. وقتی قرآن میخونه دست شروع میکنه به لرزیدن و وقتی جنگیری رو میکنه دوباره این امتحان انجام میده، میگه دستاتو صاف کن. دیگه قرآن میخونه دستش نمیلرزه. میگه وقتی جن توی بدن آدم باشه با شنیدن صدای قرآن، جن کافر، دستا میلرزه، بدن شروع به لرزش میکنه. خیلی هم هستن حمله میکنن بهش. يا الله لا بك اشياء انا سوري ركاسي وكابرتقاء دیوونه شده. انا اركان بس حالك اقول نشتغل من اركان ما فيها ابى اجيب 3 فيديوهات من كل شيء ان شاء الله. هي بصاب المسجد اللي بدا يجيب مثل الغاليه اسيتي ان شاء الله اخواننا اخوات لازم ما تصير مسلمين اسمع استاذنك يا وصلت المسجد اذا يقول خرج عبد الله انا عبد الله اذا من ناقم ثلاثه غير يمنعكم بس يجاب تمام لا يمنع ما وصلت الزمن شافت هذا وقلت انا انا فرق الكواب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. چرا اینجوری میکنه بنده خدا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استخشي من شريف زيدك وبابي قردك أنا أريد أن ولا بابي شبه تاكل قرب من الزولي استدريجك إنها بسانابي أشكال المعروف. همیشه هم توی مراسماش بیشتر میبره، بعدش روی این تخته میخوابه که خوب نشه خودکشی میکنه. خیلی اینجوری خودکشی کردن، از بین رفتن. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فلتسرت إن شاء الله بإذن أخرج عدو الله أخرج أيها الجن وأستغفر أن تزكي كثير لبيت إن شاء الله جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا چیه میزنه؟ رفقا اگه راجع به این کارهایی که میکنه چیزی میدونید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید، من کامنت ها رو میخونم. الله اكبر الله شيء ويتشاف الله اكبر طالب بنتي اليوم 12 4 2017 الله اكبر طلع الجن واذا مريت فهو يشفيني اخو شيء من الكشاوي ذكرهم قول اسره الله اكبر والشيطان اذا الكشاوي ما تجي زي تخشوا ما تكشفوا عفوا یه خوب شد. به نظر نمیاد اینا روستایی هستن، کردن، به نظر نمیاد بخوان دروغ بگن. من کلیپ های دیگه شون هم دیدم، خیلی آدم دوره برش جمع میشه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كافرين رسول في نسبة غمية أو زعفر عن شفاء ومسلمان وإسلام أنا أتجاوز أنا أتجاوز زيفر أنا أتعزق ومشتاق أنا غيره ولا باب شفاء وكذا باب ذاكري باب ذاكري شو ما تنزل عنك سيدا ما تقول أنا أتجاوز مكاف هذا ما تقول أنا أتجاوز باشي أنا أقول لك سببك أنا اشتكى خداع بيقول خوب كجا نوكا تشاوي نجي خوب لك نعم تشيا أنا كاسة وبرتقال دیگه تکون نمیخوره، دیگه اونجوری نمیشه، میخنده. من زي قرآن فيروز أو روتار شما روجي دوازدي ساري دوازدي الروجي كان شما شش تمان لما درس قاعد رفقا یکی دو نفر این شفا نداده، یعنی بخوایم میگیم ساختگیه، یه نفر، دو نفر، سه نفر، این روزی 500 600 نفر رو این کارا رو میکنه باشه روزی. اصلا انقدر سر شلوغه، من راجبش تحقیق کردم، انقدر سر شلوغه، اصلا به خاطر همین میگم که به نظر نمیاد ساختگی باشه، واسه پول این کارا نمیکنه، این کارا رایگانه. سراغ ویدیوی دوم اینجا داره توضیح میده راجع به جن. روشه خداونده. میگم کشورهای مختلف هم رفته، آلمان، اروپا، خیلی هم طرفدار داره. جن مشکلات اروپا بس حد بده کاملا هم رایگان کار میکنه. خیلی وقت بود میخواستم راجبش بذارم که امروز دیگه گذاشتم. اسم خدا را آورد قاطی کرد. قربان الذهن یا رسول الله عالم همتی خوش دوی بس نیو بدرویا بزرتون خوش دوی بدوش نکی هی نجینا که مولوده که مولود نجینا که کرا کرده بورا مولوده که کدوی قول عمل دیگری اتو پیغمبر خوش دوی بجیب کی نبی نظریه کی نبی زینای کی نبی دروی کی نبی دفکر علمانی کی دفکر اسلام کی اسلام خوش دوی. رفقا ما فقط اینجا به اون مراسم جنگیری کار داریم، به هیچ چیز دیگه کار نداریم. به دین و فلان و این چیزا کار نداریم، فقط به این مراسم کار داریم. که مگه میشه یه نفر همچین قدرتی داشته باشه که بتونه به این سرعت جنگیری کنه؟ شاید هم خدا این قدرت رو بهش داده. الله اعلم. ما يطلع بالفحوصات
جندرناك إذا فعز رجاء أو كساني خودك وجن هم جنك لخير لا بابي وداك يوم رو فيديو خزمي قلت يا قال نقرن أو كتدي خود كشي تبي سعيد تبقى للجنة لك لخير رجاء أنا أقول علم نازم بابا علمي خديوة خو علمي ملا علينيا قنا عبالي بشي هسه تقريبا اليوم 11 12 2016 هسه شوف اذا الجن داخل الجن بالقران يحرق قربان زن بالقران يسوتين استا القران دخيل هل يزن قلبي جن با قرآن میسوزه. حالا من سوالم اینه جن مسلمون چی؟ فکر نکنم جن مسلمون چیزیش نمیشه. جن کافره که از قرآن بدش میاد. ای وای. حجابش هم رعایت کرد. بزانا سكيم راوستا بيزني خواه قرآن خير راوستا بزانا هاي نزان نفا مكاني أوروبا طب أمريكا همو تعرضتم لو زانستي لألمانيا أو صدان كتو كره همو بس عبي خيان دا عبي نفسي بابا غلط نيوا پیغمبر کراز این میخواد بگه با دوا و دارو و این چیزا خوب نمیشن. نقوش خانه منای پیغمبر صلی الله علیه و سلم الادا من محکم وزیر شکایت میلکا 12 سنه دست مدت وزیر شکایت میکردیم و 62 میزا او وزیر آلمان ازش شکایت کرده و به دادگاه رفته. زانست خودم پی مهمه ایمتام پیچینه که خواه پیغمبریا کسی میلو خلق هایت کردن همون زیاد دکتران دایت من حکومت عراق و آلمانی نمسان و شتام من هم کردم برای گم من نقول لك من دولة سبي زانسي پیغمبری برو پیش دبی مشاکل بعد تاتو اینو در بیارم. ازش شکایت شده. عجیب قرآن میخونه داد بیداد میکنه. یه 1 2 3 4 میگم تأثیری نداره. قرآن که میخونه قاطی میکنه. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله چی قوت کاره بیا تریفیست چیوا یک و دو سه و چهار وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين فنجي وعقل دبن أوروبا. دوستان من هیچ نظری راجع به این ویدیو نمیدم و کلا این ویدیو رو گذاشتم که نظر شما رو بدونم. نظر شما خیلی مهمه. بنویسید برام ساختگی واقعی نظر شما چیه. البته قبلش برید بقیه ویدیوهاش هم ببینید که چقدر طرفدار داره، چقدر آدم میاد پیشش. برای میگه کار من نیست، کار خداست. یاد حرف چیزی نمیزنه. استابيك أتسالة أستاذ نبي لكم شو تسالة تو بإذن الله نجمل على السكسر ويخرج قمنا نمسكوا من سنين مخوايا أو كتير سالة كاتو برودري أيجن أخرج جاي من كم شاكي هتعرف سيدا كم ديزنيا بس القرآن خين الله أكبر القرآن لا أسمع لي الله أكبر ها بس الله أكبر الله الله يا الله الله يا الله استنى بس هذه خشية القرآن شيء كهرباء شيء بيقدر يسدين شيء نتوري بكل خدشين برنوا أفطر بقطة كان جنزة كان مشروع مخو الزنا ما كان ولا والله استعمق الهم دور درسيا من اینو قبول ندارم. الهم دور درسيا علماني این همه آدم دارن توی کل دنیا مشروب میخورن و حالا نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی همه اینا میرن تو جهنم. درسته نباید وقتی مشروب میخوره آدم حالا هر چی از حالت عادی خارج میشه نباید به کسی ضرری برسونه، بخواد کار بدی بکنه. میگم نظر با شماست. کلا به نظر من مردم آزاری بزرگترین گناهیه که یه آدم میتونه انجام بده. مردم آزاری هم قناص. حق یکی دیگر رو ضایع کنیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 2 مرحله ایه. یه مرحله
روی مبل یا حالا ایستاده، یه مرحله میره رو تخت میخوابونتشون که میخواد خارج کنه جن دیگه، یا از دهنش میاد بیرون یا از طریق پاهاش. معلومه بیچاره مریضه، قشنگ معلومه. الله اكبر سيدة بردم هسه نرقص شوي نرقص شوي هسه نرقص ورا اللهم صل على محمد نرقص ورا اخوان سيد كان بين نرقص بخوان عجيبه ولا نرقص ورا بفيو كبرو نرقص قول سيد كان خوشويستان نرقص نابتا تشا خلكي كيري دوكي بلار رنگي ورا عفوا بردم خوش سيدة تو چاوش كي خود بيني لما تشكي لك ما تشكي خوشويستان سيد كان او طب النظريات نرقص ورا سيد كان خوشويستان هيك زلشي بدا زويله قلبي ها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيدة بابي تور بيني ولا ما تكشي لك ولا خوش رئيس بارس ندري ولا ما ماسك لك قربان بارس ندري سلشلو خواين بن سيد كان خوش رئيس شوف اخواني هذا هو الإسلام. طب ما يعرف شنو هذا، طب تعال بداخله دستيته ما تكم سيد كان دست ما تكم سيد كان خوش رئيسان أو جنادي تولي نزالي رجعنا أورتنا خود كل جنا عمي جنا رجعنا حبي نفسي ندني دمرين من خمي أنا ما كنت منها رجاء زو علاج طب النبي بكنا لجنا كلا خفيدات خود كل جن الجنك خلاص ما دي خود كل جن كرك باخدها قبل استعمر ياخذ يزيك جيشت 5000 نفر يخلق خوك شقيا العراق 5000 الجنك خوسته طبعا الجنك كلا خيتو عندهم بس حبي نفسي دني رجاء بقول مكان 5000 زن فقط تو عراق شفا داده. برد خوشی مرا نرگس چیکار خیلی دارو نرگس جن راجبو مزن بود چند بود دیگه جواب برای خوب دنگ خوب لنگ خیلی آدما هستن توی دنیا قدرت‌های عجیب و غریب دارن، اینجوری نیست که فکر کنی بعضیا خدا بهشون یه قدرت‌هایی میده. تو همین ایران خودمونم چند تا بودن. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا منو همراهی کردید. خیلی از دوستان به من مسیج داده بودن که راجع به ملا علی بذار. من 2 تا از ویدیوهاشو گذاشتم، طبق حرفی که زدم میتونید برید توی یوتیوب سرچ کنید، بزنید ملا علی کردستانی، خیلی ویدیو خیلی زیاد داره، خیلی ها رو شفا داده. نمیدونم، من باز هیچ نظری راجع به این ویدیو ندارم، نظر با شماست. حتما توی کامنت ها بنویسید که کارش واقعیه، به چه دلیل واقعیه، کارش ساختگیه، به چه دلیل ساختگیه. هم دمتون گرم. اگه تازه هستید تو این چنل حتما یادتون باشه اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید که ویدیوهای ترسناک ما رو از دست ندید. زنگولش هم فعال کنید. آدرس اینستاگرام هم اینجا براتون میذارم. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. من پویا هستم. زنده باد ایران.